سلام به همه شما مخلصان سامانه فرامز لایو. подписчикони азиз, мехоҳед ки дар хона нишаста бе ягон кор кардан соҳиби 100 сомонӣ бигардед ва ҳам туҳфа ба даст биёред, ҳам маҳсулотҳое ки барои шумо лозим аст имрӯзҳо туҳфа бигиред, яъне ки харидорӣ кунед барои худ. ширкати фабелик барои шумо имкон медиҳад ки ҳам 100 сомонӣ барои шумо туҳфа гардонад, ҳам харидорӣ мекунад маҳсулотҳое ки барои худатон лозим аст, соҳиби ҳам 100 сомон мегардед, ҳам маҳсулотҳо ва ҳам чалаи тилло туҳфа дорад. ғайр аз ин чойникҳои беҳтарин барои туҳфа аст. танҳо дар омада регистратсия кунеду кор карда соҳиби ана ҳамин туҳфаҳо бигардед. барои шумо бозам кӯмак мекунад нафаре ки рақами ватсапашро гузоштам, нависед маълумоти бештар дар ана ҳамин рақамҳо. марҳамат соҳиби туҳфа ва соҳиби ангуштарин тилло, соҳиби 100 сомон ва соҳиби туҳфаҳо маҳсулотҳо бигардед. ما همین خودم با خودم میگم چشم و تاپوش ما همین شما ما میپشون خما درگم برنامه ایست میکنم خواهی کو بستن یاریست میکنی ای نوروز چشم تکشه در برنامه مایی نگفتم از من شما ما هوی میکنم خما در برنامه ایست میکنم شما از بیماری های دل، گرده، معده، اینچنین از پروستات داخل روی اذیت میکشد، پس به شرکت شفافرما مراجعت نماید و اینچنین میتواند که حجامه بیپل را از شرکت شفافرما به دست آورد. خوب نوروز ما فهمیدیم که شما به نزدیکی عائله‌دار میشوید. این سخن‌ها تا کجا حقیقت دارد و عائله‌دار شدنی هستید؟ اینکه عروس شونده هست؟ بله دل نیت هست فجان. بهترین با تیاره اوکی عروس تیار است. بله با همین مهر نصیب دل نیت هست با خدا بهترین. عروس شونده از کجاست؟ عروس شونده از قرغان. از قرغان. دیدین گپ زدین؟ بله. در بله. کوچه ها هست حالتایی که میگذاری میگن که چشمات پوش شدگی خیلی حالتا. بله بله. یکم حالت زیقیتون در زندگی چی بود؟ همین از دست دادن مادر؟ بله. امروز راستی هرگاهی که ایستاده فکر میکنم مادرم در یاد میزنه خیلی غم انگیز میشه. شما از عائله خود حرف نزدید، از عائله که کلان شده، پدر و مادر هستن؟ مادرم راستی گپ مادرم گذشتگی، پدرم در قید حیات هست. چند سال شد که مادر شما از حیات گذاشتن؟ خیلی شد به فکرم خیلی چند سال بودم شد نمیدونم. یاد دارین مادرتون؟ بله. آچه دیگر ای به خدا که آچه دیگر ای ها باورم کنین آچه ها جان جیگر ای ها در خوابم دیدم آچم خمیر کرده سای ها رفیدش به دست چپ کلچه فتیر کرده سای ها علاوی چکدانی او آخی برش سوخته سای ها ای خوابم خستم دیدم که آچم نیستای آچه دیگر ای به خدا که آچه دیگر ای ها باورم کنین آچه ها جان جیگر ای ای برادرها که مثال وقتی که مادرتان ای دنیا میگذره بعد به قدرش میرسیم بعد میفهمیم که وای چه خیلی اوینه در هرگاهی که من میگذشتم مرا میدید میگفت ای بچه تو مرا معقوله بچه نمرت نمیدی ای همون سوال با من کردشون کنیسون شناد شدم. سلام به همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرامز لایو. چون مخلصان من چشمانشان را پوشیدند و در برنامه ما پیدا شد نوروز 4-2. با زیادی از مخلصان که از ما خواهش کرده بودند که در برنامه‌تان نوروز 4-2 را دعوت نمایید و انا همین سری که چشمانت را پوش از کجا پیدا شد بفهمیم و دیگر رازهای زندگیش را، عموما قصه زندگیش را، معلومات درباره خودش را، معلومات درباره برنامه‌هایش را از خودش بفهمیم. امروز دعوت کرده ایم نوروز 4-2 را. خوش آمدید نوروز. سلام. نوروز اولا سلام و درود تمام مخلصان سامانه فرامز را برای شما میرسانم. امیدوار هستم که خوب هستید، سلامت هستید. در این روزهای آفتابی چی حال دارید؟ به چه کارها مشغول هستید؟ از کجا آمدید به برنامه؟ من از شهر سربند و شهر دوشنبه برنامه شما آمدیم. سلامت باشید. نوروز شما حالا در شهر لیوکن زندگی میکنید؟ بله.
از اول در همانجا زندگی میکنید؟ بله بله. سلامت باشد. من خیلی شاد هستم که برای برنامه ما در این هوای گرمی از خود همون شهر لوکان راهی کرده و اشتراک کرده در برنامه ما. تشکر زیاد. باز اول سراول درباره خودتون کمک معلومات میدادید بهر مخلصان. ما اکرموف نوروز سال 2001 تولد شده بودم. ما او چند بلاگر نبودم، یکم بار مرا اکای طالب دستگیری کرد. ما اومده با این قلعه اومده رسیدیم. سلامت باشه. نوروز سبب چی شد که بلاگر شدی؟ بود حالتی که اولین باره که خواستی بلاگر شوی یگان کس رد کرده باشه خواهشته، دستگیرید نکرده باشه یگان نفر، چی سبب شد که محض خواستی بلاگر شوی؟ ما تشکر زیاد اپا جان. ما هرگاهی که در راه رو میرفتم ایش مرا هر گپ میگفت که ای تو بیکار میگردی، مثال با بلاگری مشغول شه. ما اون گپی هوایا را گرفتم آمدم با بلاگری مشغول شدم. با بلاگر چی خیلی محض بلاگر شدی؟ کی توصیه داد؟ مرا همین آدمو توصیه دادن که بلاگری چیز خوبه. مثال بلاگر که شدی، مثال وقتی که چی شدی یگان کس دستگیریت کرد پگه نه پیش ایش گردن کج میکنی نه پیش وایش. بله. انا همه میگه که چشمات پوش یک با فکر خود یک بله. گپ داره. همراه به پراتر برای مخلصان بگو همین از کجا پیدا شد؟ همین وقتی که مرا یکم روزه که اکای طالب جان سپانسری میکرد با مرا همین گپ یاد دادن. با ما همین گپ گفتم چی شعری که مرا یاد میدادن در بین شعرام همین گپ گوش میکردم. میگفتم چشم تا پوش خطا در گوانتانامو است که ما هم خیلی گپا را میگفتم با آیسته آمده آموخته شدم. عادت کرده. در بله. کوچه ها هست حالتایی که میگذاری میگن که چشمات پوش شدگه خیلی حالتا. بله که گفته باشن که خوب نوروز اکنون که با بلاگری مشغول شدی و چون بیکار بودی، حالا زندگی شما از روی همین سایت ها هست که زندگیت رو پیش برید؟ بله هست. پشیمان شدی یکم برای که بلاگر شدی یا که نه؟ باز انا ویدیوهای شما در سایت اینستاگرام تون ما تماشا کردم. بسیارتر انا همون شعرهایی که هر چیزی که میخونی اولش تا نمیخواد میگی، هست همون شعری که اولش همین را بگوی بعد شعر تا دوام بدی. بله. مرحمت یک پراتر. چشم تا پوش خطا در پوبلیک است که بعض شاعرها میگفتن چی سود از گریه های بعد مرگم، چی سود از مرمری بالای قبرم، اگر در زندگی قدرم ندانید چی سود از سال و 3 ماه و هفتم. برادر جان یک چیز میگم در این به قرد نه در صبر خوب قیدش که شمشیر خدا صدا ندارد بعد از زدنش دوا ندارد. بهترین. چون از اینقدر سخن گفته شده صحبته که در زندگی یگام مشکلی ها را از سر گذرانده باشد. شما از عائله خود حرف نزدید، از عائله که کلام شده. پدر و مادر هستن؟ مادرم راستی گپ مادرم گذشتگی ای، پدرم در قید حیات هست. چند سال شد مادر شما از حیات گذشتن؟ خیلی شد به فکرم خیلی چند سال بودنش نمیدونم. یاد دارین مادرتون؟ بله. چند فرزند هستن در عائله؟ 4 بچه دیدم. همه فرزندا رفت آمد داره در یک جای؟ بله. همه خوب هستن؟ بله. پدر سلامت هستن؟ من زیخ شدم برای مادر شما جایشان جمعت باشد. خب یکم حالت زیقیتان در زندگی چی بود؟ همین از دست دادن مادر؟ بله. حالت خرسندی شما در زندگی چیست؟ حالتی خرسندی ما در همین بود که مادرم مرا در برم بود
فقط خیلی در پیش دوست و دشمن عموما گرده من خم نبود. بهترین. امروز چی؟ امروز راستی هرگاهی که ایستاده فکر میکنم مادرم در یاد میزنه خیلی غم انگیز میشه. برای همه نفرانی که مادرشان در قید حیات هستند ولی به قدرشان نمیرسند چی گفتنی هستی؟ ما گفتنیم که برادر جانا به قدر مادراتون برسین، هیچ وقت مادرها را نرنجانین. سببش در ای برادرها که مثال وقتی که مادرتان ای دنیا میگذره بعد به قدرش میرسین، بعد میفهمین که وای چه خیلی اوینه بود. راست. اوچه دیگر ای به خدا که اوچه دیگر ای ها باورم کنین اوچه ها جان جیگر ای ها در خوابم دیدم اوچم خمیر کرده سای ها رفیدش به دست چپ کلچه فتیر کرده سای ها علاوی چگدانی او آخی برش سوخته سای ها ای خوابم خستم دیدم که اوچم نیستای اوچه دیگر ای به خدا که اوچه دیگر ای ها باورم کنین اوچه ها جان جیگر ای. تشکر زیاد. بله من در همین سخنهای شما خوش شده میگویم که مادران بزرگ هستند. بگذار برای هر یک بودنشان باید امروز بسازیم و درباره آنها باشیم به قدرشان برسیم. نوروز میگفتید که من بیا شاد گپ میزنم نمیرنجم از بعضی سوال ها. از اوله شما باز یکم نفر دیگر مثل شما هستن یا که نه؟ نه. شده از حالتهایی که زیادی نفران شما را دیگرگونه قبول کرده باشند و سخنهای آنها شما را رنجانده باشد از طرفی که امکانات شما محدود است. گفتن یکم سخنی که شما را رنجانده باشد. بله. از خش و تباریان که از بیگانه که از نزدیکان. تشکر زیاد. درست قید کردید. باز هر آنگاهی که بره میگذرم مرا ایش میبینه ای ترا کلب ای خیلی مرا ایش میبینه ای کلب ای خیلی من خیلی غم انگیز میشم. بیشتر کیا می سخن میگن تو من؟ در کامنتاریاتون هم هستن؟ بله در کامنتاریا پر اقرار میکنن. مثلا چی میگن اگه کامنتارش که مثلا میگن که ترا کلب خیلیه ترا کلب خیلیه مرا سرما به هر چی برابر میکنن اما خیلی غم انگیز میشه. برای چی غم انگیز میشه؟ برای که این چیز دادی خداونده. چی گفتنی هستی برای اون نفرانی که چنین سخن ها میگن؟ من گفتنی دارم که برادر جانا اکا جانا در شما جانم یک بار شما خودتون بیستین در جای ما بیستین خودتون نگاه کنین. راست. خیلی غم انگیز میشین. شما در حیات آینده دارین. وقتی که شما به حال ما میخندین پگه به حال شما دیگه آدم میخنده. راست. من فکر میکنم که نقاش هر یکی ما خداوند است. نباید بر صورت کس بخنده. میگن که تن آدمی شریف است و جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. پس باید به آن صورتی که خداوند کشیده است خداوند داده است باید نخنده. باید شکرگزار باشیم که هر اونچه که خداوند برای ما داد شکر کنیم. خوب نوروز ما فهمیدیم که شما به نزدیکی اولیدار میشوید. این سخن ها تا کجا حقیقت دارد و اولیدار شدنی هستید یا که عرض شونده هست؟ بله دل نیت هست صفحه جان. بهترین به تیاره او که عروس تیار است؟ بله به همین ماهور نصیب دل نیت هست صفحه جان. با خدا بهترین. عروس شونده از کجاست؟ عروس شونده از قرغان. از قرغان. دیدین گپ زدین؟ بله. بهترین. و یگم به شما مانند یگم نمود چگونه هستن؟ پسندتان است؟ وای خیلی که وای سالمان پجام وای یگان خیلی چی ندارن یگان کم بود یگان چی ندارن امکانات محدود ندارن. چگونه شد شناسایی شما؟ در هرگاهی که من میگذشتم مرا میدید میگفت بچه تو ما معقوله بچه نمرات نمیدی ای همون سبب با ما کردشون کنیستم شناس شدم.
بهترین تولد دوم کسی چند 2004. 2004 بله. بهترین. چون امی یک سخن سبب شد که شما و دیگر شناس شدین، حتی به این درجه است که اویله دار شود. بله. خدا کند که انا همین اویله دار شوی شما آنقدر مستحکم بگردد که صاحب فرزندان سالم صالحه بگردد. سلامت باشد. خوب میگفتد که از چی میترسد؟ از چی ترس دارد؟ بسیار خیلی وقت هرگاهی که شب یا یگان جا خودم توقع میرم یا پیش می یگان سیایی میبره یگان چیز ای همون چین با ما ترس باید ترسیدن هم ممکنه. بهتره. با کدام بلاگران شما همکاری دارد؟ ما او آدمی که یکم بار مرا خیلی سپانسری میکرد نامش اکای طالب جان میبوشه. یک از خط فقط شما همکاری کردستین تمام؟ بله. با یک نفر. اگر یکم نفر پیدا شد که شما رو در فیلم ها دعوت نماید، در آینده برای چین عبدالرزاق ما شد در دیگر دعوت ها شما اگر دعوت نماید شما اکای طالب می پرتای نمیرین؟ نه. با کس کار میکنن؟ بله. بهترین سلامت باشه، زنده باشه برای دعوت در برنامه ما اشتراک کردنتون. یک شعر داری که میگوی چشم تپوش خطا در آپل هیسکه. چشم تپوش خطا در دروی آپل وکتر است که بعضی دخترات که بچه را به خاطر پول ماشین خانه و در نگاه میکنن این حیاتون نبرارن که این مسئله ماشین وارد تست ازلیشتون میکنن 25 کیلومتر نوشیده ما عاشق نیستم دختر بناز این روش که عاشقای شلخه میدان ده. بهترین سلامت باشه، زنده باشه. انا همون عروض شونده که شما میگیرید چگونه است؟ از روی پول است یا اینکه به شما همیشه پسند است؟ همون خیلی پسند. همین خیلی پسنده. توی شما که آخری همین ما بله. دعوت میکنین ما در تویتر اشتراک کنین. خب دوستان عزیز همه یک جا به توی نوروز 4 تا 2 میرویم. نوروز جان هر سگم حرفایی که نگفته باشد. یوتیوب دارید شما؟ کانال یوتیوب داره؟ نه. شدنی نیستین کانال یوتیوب؟ نه. برای چی؟ من تو قدر اینستاگرام سر دارم. سلامت باشین. چی گفتن اینها در دل داره؟ شاید یکم سوالی که من بخواهین شما من نداده باشم. چی گفتن اینها داره؟ چون از مادر حرف زدن، بله. از اولیه شوی حرف زدن، از ناکامی ها حرف زدن. نقشه های شما در آینده چیست؟ نقشه های ما در آینده انا چشم تا پوشه و نقشه ها تا بگو. چشم تپوش خطا در گوانتاناما است که بعضی آدمات خطونا کیم کی میگیرن راه رو دامه بینن خطونا کیم کی میگیرن تیما میکنن ما نمیدانم شما چطوری آدمه همی اول با شکل صورت خطا نگاه کنین ببین مرا مزاق کنین رایش که او آدمایی ده که مرا فقط مزاق میکنن او آدمایی که عقیب ما گب میزنن عقیب ما گب نزنین اگر 100 سامان در کیسه‌تان مانند 50 سامان در نمیخرمتان رایش که بروا. بهترین سلامت باشه. هزار رحمت کلان بار میکنید. یک صحبت خوب بود برای من خیلی پسند آمد. چگونه بود صحبت برای شما پسند آمد؟ بله. انا همون کیرایی که از راه دراز آمدید همون لحظه را داشت قیمت داشت که اینقدر راه دراز بیاین صحبت کنیم. تشکر زیاد یک بار دیگه برای اشتراک در برنامه. خیلی شاد شدم. من چشمم پوشیدم که خیلی چیزا فهمیدم. یک بار دیگه تشکر برای صحبت، برای آمدنتان. بسیار سپاس میگم این قدر دراز آمدن در برنامه ما اشتراک کردن. چی گفتن؟ چی تمنیات داره بحر مخلصان سامانه فرهمزلای؟ ما گفتنی دارم سر اول از نام خودم از نام اپر فرهناز جان که
آمدیم برنامه‌اش را اشتراک کردیم. همین قدره که شما کانال اپای فرهنازه در این پایان میمونین. بدرین صدقاً خبر بگیرین. الله نگهبان. تشکر زیاد. من از همه آن نفرانی که این برنامه را تماشا میکنن خواهش دارم که انا همین نوروز را دیگه در کوچه ها با صورتی که از سرشان هستن نخندید. خواهش دارم، چون هیچ کس نمیدوند که از جانب پروردگار چی می آید. هیچ از آینده خیش را نمیداند، چون میتواند که با انا همین امکانات محدود داشته آینده کی شود و چی داشته باشد. هیچ کس نمیداند. شاید با انا همین امکانات محدود شاید آینده صدها نفر را یاردن کند، هزارها نفر را یاردن کند. کسی آینده کسی دیگر را نمیداند. پس بیایید همه یک جا برای پیشرویش کمک میکنیم. تا برنامه های دیگر خیر.